احتیاط شدیم که بعد از عید ما خودمون حفظ کنیم که خدا نکرده من شما به سراغ گناه رویم، باز نافرمانی الله کنیم بعد از روزهای عید، بعد از آنی که ما و شما پاک شده بودیم، بعد از آنی که ما و شما یک تولد دوباره شده بودیم، بعد از آنی که ما و شما عوض شده بودیم، بعد از آنی که ما و شما اخلاق ما پرورش کرده بودیم، تقوای ما پرورش کرده بودیم که این ماه تولد دوباره بود، خدا نکرده باز آلوده گناه شویم. این الله من کرده است. برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه یونس آیه 58 می‌فرماید: استعیذ بالله قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا و هو خیر مما یجمعون. صدق الله العظیم. الله تعالی میگوید که کدام وقت انسان خوشحال میشود، کدام وقت انسان خرسند میشود، شادی میکند؟ وقتی گناه کردن؟ نه. الله تعالی در سوره مبارکه یونس آیه 58 میفرماید که وقتی که فضل خدا، لطف خدا، مرحمت خدا شامل حال شما شد، شما روزه گرفتید، نماز خواندید، شما تقوا پیشه کردید، عبادت، بعد از ما شما خوشحال شوید. این وعده خدا هست. اصحاب پیامبر علیه السلام میکنیم ما خود ما سبب میشویم که غضب و قهر خدا رو بر بالای خود میبارانیم. برادران عزیز، و الا خود اگر کسی از شما قهری باشد، ناگهی باشد، پشتگرد باشد، روید پیش وی سلام کنید، صلح کنید. الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. سبحان من اکرمنا بین الانام بصيام شهر رمضان. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. سبحان من عسى ربكم أن يوحدكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. إن هذا القرآن رستم छोकरी देखा भी वो तो मोरा मामा वो बजे हम सारी मिली सारी